یکی از بزرگترین چالش هایی که من زمان تراپی با بچه ها باهاش روبرو میشم تکلیف مدرسه است. ولی خیلی جالب تر از اینه که مشکل خیلی از این بچه ها خودشون نیستن، پدر مادراشونن. نحوه تشویق کردن پدر مادرها اثر معکوس داره. ببینین پدر و مادر عزیز، مربی عزیز، تشویق خیلی خوبه، ولی مغز بچه دنبال انگیزه است، دنبال جایزه نیست. جایزه زمانی جواب میده که پشتش یه سری به قولی اصول رعایت شده باشه. مغز فرزند شما وقتی به صورت مستمر و مشروط جایزه رو میگیره، دوپامین آزاد میشه، اون لذت رو تجربه میکنه، ولی این تکرار دیگه اون لذت اولیه رو نداره و جایی میبینین که فرزندتون اصلا تکلیفی که واقعا دوست داشته انجام بده بدون جایزه هم دیگه انجام نمیده. ما دو نوع انگیزه داریم، انگیزه درونی و انگیزه بیرونی. نکته مهم اینه که اگر میخوایم فرزندتون تکلیف مدرسه رو انجام بده، من از نگاه علوم اعصاب بهش نگاه میکنم، نگاه روانشناسی هم دارم، شما باید توصیفی تشویق کنین. کاری که داره میکنه، تلاشی که داره انجام میده رو تشویق کنین. تشویقتون غیر مستمر باشه و مشروط نباشه، ولی تمام اینا یه بیس داره که شما بدونین عملکرد مغزشون چطوره، از لحاظ محیطشون و ارتباطشون با شما چقدر این بچه ها میتونن بهتون اعتماد کنن، چقدر سر قولتون بودین و خیلی از موارد دیگه. یه پادکست جدید منتشر شده از رادیو بینا، لینکش رو اینجا گذاشتم، روش کلیک کنید. کجا تشویق اثر معکوس داره. 7 تکنیک آموزش دادم به همراه تمام مواردی که شما اشتباه انجام میدین و حالا چطوری درستش رو انجام بدین. خیلی بهتون کمک میکنه اگه مربی هستین، اگه پدر مادر هستین و برای من و فرزندانم هم دعای خیر بکنین. متشکرم از نگاهتون.